خوش آمدید به بخش دوم برنامه. شما بیننده شهر ورزش هستید. مهمان عزیزی داریم، مهمان ورزشکاری که به هر صورت با توجه به معلولیت و اتفاقات که برش افتاده یکی از ورزشکارانی است که در میادین بین المللی با بیرق افغانستان حضور پیدا میکنه و میدرخشه و به هر صورت اتفاقات خوبی را برای ورزش افغانستان رقم میزنه. ولی محمد نوری مهمان ما هست. خوش آمدید. تشکر قیصری صاحب. سلام خدمت شما، یک سلام خاص خدمت علاقمندان برنامه شهر ورزش. ما بازم ولی محمد نوری، یکی از قهرمانان تیم دویش افغانستان که فعلا در لندن زندگی میکنه. بله، ورزشکار رشته دوش هستند. خوش آمدید. شاید سوالم تلخ باشه ولی میخوایم با این سوال شروع کنم که چه شد، چه دلیلی باعث شد که شما نابینا شدید آقای نوری؟ قیصری صاحب، باید ما به دوستان بگیم که ما 10 سال پیش از امروز ما وظیفه نظامی داشتم در افغانستان. با اثر انفجار مین اردوی شما خود از دست دادم. بعد از اون ما رفتم در مساقله. در مساقله در ولایت هلمند افغانستان. وقتی که ما زخمی شدم، نابینا شدم، ما پیش از اینکه من وظیفه نظامی برم ما بازیکن چی بودم؟ بوکسزنی بودم. دیگه ما شوق علاقه ورزشیاب داشتم. من بود که وقتی که باز انگلستان رفتم، بعد از آزمایش‌های زیاف ما کامیاب ازی شدم که بازیکن دوش شوم. بعد 5 سال پیش شما به لندن رفتین و خیلی جاها در بسیار از مصاحبه‌ها شما گفتید افغانستان ورزشکار نابینای رشته فوتبال داشت، رشته کرکت داشت، اما رشته دوش را نداشت و به همین دلیل رشته دوش را انتخاب کردید. بله قیصری صاحب جان، افغانستان شما ببینید، در افغانستان ما همه بازیکن‌ها را داریم، جز بازیکن دوش، جز بازیکن نابینا ما نداشتیم. ما خواستم که همی خالیگاه را ما پر کنم، همون شد که ما باید بازیکن دوش شوم. حالا دیگه در انگلستان نمایندگی از افغانستان میکنم، ما مسابقه را که میکنم، ما به نمایندگی از افغانستان. بسیار خوب. چند مسابقه در مجموع شما اشتراک کردید؟ ما تا به فعلا 7 مسابقه را بردیم. و مدال‌هایتان اینجا هست؟ مدال ماراتون شما هست؟ لندن ماراتون که 42 کیلومتر مسابقه بود. ما از این مسابقه ما مدال کسب شدیم، بردم و به این طور مسابقه 21 کیلومتری را ما مدال کسب کردیم. 10 کیلومتری، 5 کیلومتری به می رقم مترو گیم که میگه اسپرینت است، 800 متری، 1.5 کیلومتری به می رقم ما مسابقه بعدی تانم 18 اکتبر است اگر کرونا اجازه بده. در اکتبر است در شهر فرانسه در پاریس که الحمدلله ما در جریان تمرینات هستیم. به افغانستان هم به می دلیل ما آمدیم که ما مسابقه تمرینات معاصر داشته باشیم در منطقه کوزاری که ما بتونیم پتای ماینه رانای ما. از سختی‌های کارتان بگویید. چقدر کارتان مشکل‌تر هست نسبت به ورزشکاران عادی؟ قیصری صاحب، مشکل خو الحمدلله زنلرم. ګوري تاسو معلولیت ناتواني نه ده، خو یو قوي عزم ارادي ته ضرورت شته ده. نو چې سره احساس ولري د وطن مینه، د خلکو مینه ورسره وي، هغه هیڅ ستونزې به ونه لري. بله شکه چې ستونزې به وي، خو زه هر حالت کې زه له ستونزو سره مقابله کوم تر څو وتوانېږم د افغانستان خلکو ته ښه خدمت وکړم، په شونډو باندې ښکلا راولم. ته ګورئ ما کله چې دا فکر وکړ چې افغانستان کې موږ نابینا لوبغاړي نه لرو، هماغه دلیل شو زه باید نابینا لوبغاړی شم تر څو افغانان په دې باندې خوشحاله کم. چې این اراده شما و این طرز تفکر شما قابل احترام هست و قابل تقدیر هست. دقیقاً معلولیت محرومیت نیست، تجسم اراده هست و شما دقیقاً این اراده را به واقعیت تبدیل کردید و قابل افتخار هستید. صحبت شما با کسانی که مثل شما هستند چه هست؟ با کسانی که دارای معلولیت هستند؟ صحبت ما چیز پیام ما چیز بدونه. زما پیغام قیصری صاحب، هغه دوستان زمونږ چې معلول دي هغوی باید پر ژوند کې ناامیده نشي. ګورئ زه نابینا او بیا مسابقې هغه بین المللي سیالۍ دا وړه خبر نه ده.
یعنی دا په دې معنی چې معلولیت ناتواني نه ده. تاسو پر ژوند کې خپل اهداف وټاکئ. زه باوري یم چې ورځ نه ورځ به ستاسو دغه زحمتونه هسې رنګ راوړي. نو کوشش وکړئ چې دوی د خپل غړو نه سالمه استفاده وکړي. خدای تعالی موږ تاسو لاسونه راکړي، سالمه استفاده وکړئ. سترګې الله تعالی موږ ته راکړي، سالمه استفاده ترې وکړئ. نو دا د الله تعالی یو ستر نعمت ده چې موږ تاسو خدای تعالی راکړي. باید سم سالمه استفاده ترې وکړو تر څو چې خلک ګټه ترې پورته کړي. تشکر نوری صاحب عزیز، تشکر از اینکه آمدید با شما صحبت کردیم. انشاءالله شما رو در میادین بین المللی ببینیم با پیراهن تیم ملی دوش افغانستان و شما بدرخشید. بینندگان عزیز، تصاویری داریم از سال 1353 اولین سالگرد جشن جمهوریت در افغانستان. میبینیم، برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.